از سکوت خانم ها بترسید، نگران باشید. خانم وقتی ساکت میشه خیلی حرفات میشه. بعضی از اوقات میگن راحت شدم و دیگه قر نمیزنه. خیش یه قهری کردم، نمیدونم یه حرفی زدم سوزوندمش، جیگرم حال اومد. رفت خانم توی قهر. خانم ها وقتی صحبت میکنن یعنی زندگی رو دوست دارن، یعنی حواسشون به زندگی هست، یعنی قلبشون میتپه. وقتی سکوت میکنن نگران کننده میشه. حتی ممکنه این سکوت دو تا معنا داشته باشه. یک، دیگه میل به زندگی ندارم، حالم خوب نیست، افسردم. یا نه، دو، قراره که اتفاقی بیفته، میخوام فوران بکنم، داره جمع میشه، آتشی زیر خاکستر. پس اگر ما دیدیم خانمی ساکته خوشحال نباشیم، بخوایم که گفتگو بکنه. حالا مهارت‌های گفتگو رو چون بلد نیستیم دعوا میشه. باز شروع کرد، باز مشاجره. 3-4 تا مهارت میگم، ان شاء الله مهارت‌ها رو جدی بگیریم، ان شاء الله بتونیم به خاطر گفتگو بکنیم تو خونه. مهارت اول، یک، هر چی عامل مزاحمه باید که بره کنار. اصلا بچه میپره، پسرم مامان داره صحبت میکنه، یک لحظه مامان داره صحبت میکنه، یا دخترم باشه